مگر عاقل وقتی میاد قاضی که صیغه عقد بخونه نمیگه 10 بار استغفار کن؟ به داماد نمیگه 10 بار صلوات بفرست؟ که شب سرنوشتات زندگیشون با صلوات و استغفار و بسم الله شروع بکنه، ولی شب خوشیشون رو بیان بعد با عیش و نوش و شراب و بزن و برقص و خواننده های مبتذل بی محتوا. شما یک کلمه خوب تو این خواننده هایی که سکرانن پیدا بکنید تا علما برن صف اول اونجا بنشینن. یه خواننده‌ای پیدا بکنید که 5 وقت نماز بخونه، شراب نخوره، چشترانی نکنه، پوچ و بی محتوا نخونه. اگر علما همه نرفتن صف اول اون خواننده بنشینن بذار بخونه، من میرم صف اول مینشینم. اسلام دنبال ضد شادی نیست. امت محمد امت نه خیر، شادی شر رو که از خودتون جامعه دور رو بکنید تا برکت نازل بشه. امت محمد امت واحده، ان هذه امتکم امتا واحده. اختلاف نکنید. تو روش دعوت اشکال نداره، اما دور خودتون خط نکشید. یکی میگه من تبلیغی ام، یکی میگن من سلفی ام، یکی میگن اخوانی ام، یکی من صوفی ام، یکی من فلانم. فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. محرم و نامحرم ایجاد نکنید، به هم دیگه رحم بکنید. این اختلاف های کوچک کوچک و بزرگ نکنید، بذار از همدیگه استفاده ببرید. من از برکات شما، شما از برکاتی که خدا به من داده، از همدیگه حسنات کسب بکنید. انسان مومن وظیفشه که از حسناتی که خدا بهش داده به برادرش بده، نصیحتش بکنه، خدمتش بکنه، احسان بهش بکنه، یه چیزی یادش بده، کمکش بکنه، اونم دعای خیرش بکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به کسی که در روی زمین رحم بکنید تا اون کسی که در آسمان شما را رحم بکنه. و سوم این که این امت وسط اعتدال و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اینا اوصاف پایداری و ماندگاریه. از حوصله همه شما تشکر میکنم.